سلام و عرض ادب، عرض عشق و درود. امیدوارم هر کجای دنیا که هستین قلبتون باز و ذهنتون آروم باشه. امیدوارم در ارتباط باشید عزیزای دلم. اگه اشکال نداره، اگه فرصتشو دارین، اگه حوصله‌شو دارین، اگر نیتشو دارین، بیاین با هم چند تا نفس جانانه بکشیم. خیلی ساده، 3 نفس، 5 نفس و بعد 7 نفس. همونطور که گفتم این نفس‌ها رو کم کم داریم جون و دلشو بیشتر میکنیم که شدتشو بیشتر میکنیم، عمقشو بیشتر میکنیم که تاثیر زیباییشو دریافت کنیم. پس لطفاً 3 نفس عمیق، همین بدو ورود با چشای باز، شکم، سینه، بازدم از دهان. بریم 3 نفس. بازدم از دهان، بدن ریلکس، آروم. شوناتو ریلکس کن، سر صورتتو ریلکس کن. کامنت ها رو بذار کنار، بیا با هم نفس بکشیم. 5 نفس دقیقاً به همین شکل. دم، بازدم، بدن ریلکس. عشق، دم، بازدم، رها، لبخند، دم، اعتماد، شوق، دم، بازدم، سر و صورت ریلکس و آخری بازدم، تمام بدن ریلکس. چشاتو ببند و برای چند لحظه قرار بگیر، آروم بگیر. بدنتو حس کن، گردش انرژی، جان، زندگی رو توی تنت حس کن. تنمند شو، به تن، به بدن برگرد. بدنتو حس کن. این همه فکر، این همه خیال غیر ضروریه. بدنتو حس کن و حالا بدون اینکه بهش فکر کنی 7 نفس دقیقاً به همین شکل. بریم. نفس پایانی با جون و دل. بازدم با آخری عمیق. بازدم خدایا شکرت، خدایا میبینمت، حست میکنم. بازدم تا آخرین قطره و نفس رو تو پایین ترین نقطه حبس کن. فکرها رو ول کن، گذشته، آینده، حرف، جمله رو رها کن. حس، چی داری حس میکنی؟ تو تنت، تو قلبت، تو قفسه سینت، تو دستات، گزگز، حرکت انرژی، تو صورتت یه لبخند، تو چشمات آرامش، تمام بدن ریلکس. نفس عمیق و برای چند ثانیه همینطور آروم تو این احساس خوب بمون. این فقط چند نفس کوتاه بود. تصور کن اگر این نفس ها رو طولانی تر، عمیق تر، جدی تر انجام بدی چه نتیجه زیبایی خواهد داشت. و اگر هر روز انجام بدی چی میشه؟ معجزه. انرژیت تو لولی قرار میگیره که اتفاقات بد اصلا پیدات نمی کنن. آدمای ناجور اصلا توی فرکانس دیگن، یه جای دیگن. بوی خدا میگیری، زندگیت بوی برکت و رونق میگیره. بوی عشق میگیری، ترس ازت دور میشه. اعتماد تو تنت، قدر لحظه رو میشناسی و با شوق زندگی میکنی. آروم چشاتو باز کن عزیزت دلم. نمیدونم کسی اصلا، مطمئنم خیلی ها این تمرینات رو انجام میدن، ولی خب خیلی هم اینجان برای این که یه هیجانی، یه تجربه، یه چیز دیگه رو تجربه کنن. همش هم خوبه، هیچ اشکالی هم نداره. عزیزای دلم، بسیار خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. در مورد شوق صحبت کردیم و اینکه چطور نفس شوق رو برمیگردونه به زندگی و جایی که شوق باشه. با اجازه من کامنت ها رو میبندم.
نکته بسیار مهم در مورد شوق اینه که جایی که شوق باشه زندگی آسون، زیبا و آروم پیش میره. تو مسیر تعالی، تو مسیر اصیلت قرار میگیری، تو همسویی با طبیعت قرار میگیری و اتفاقات خوب پیدات میکنن، آدمای خوب پیدات میکنن، شرایط دل بخواه به سمتت حرکت میکنن، نه شرایطی که تو و ذهنت میخواین، شرایطی که برات خوبه، معلم خوب، درس خوب، کتاب خوب، نکته خوب، اتفاق خوب، یه یار خوب، یه در واقع شریک اقتصادی خوب، یه کسی یه ایده خوب بهت میده، توی فیلم یه نکته بسیار مهم میبینی، تو مداری از انرژی قرار میگیری که توی اون مدار اتفاقای خوب، زیبا، خوشایند بیشترن، آدمای دلنشین، آدمای خوش وایب، خوش انرژی، کسایی که مثل خودت توی مدار شوقن بیشترن و تو اون مدار زندگی آسون، زیبا و پر از شوق پیش میره. برای همینه که وقتی از جوزف کمبل پرسیدن جوزف بعد از 40 سال مطالعه اسطوره‌های تمام دنیا و پی بردن به رگ و ریشه این آرکیتایپ ها، برای ما تو یه جمله بگو به جوونا، به مردم چه توصیه‌ای داری؟ به کسایی که میخوان مسیرشون رو پیدا کنن چه توصیه‌ای داری؟ گفت شوق تو پیدا کن. شوق یک خاصیت بچگونه نبود که بعد تو بزرگسالی دیگه بهش احتیاجی نداریم. شوق بالاترین کیفیت هاست. شوق یکی از پایه های عشقه. شوق یکی از نشانه های کسایی که خیلی عمیق رو خودشون کار کردن، لبخند دارن، ساده میگیرن، خوش میگذره بهشون و باهاشون. من تو برنامه‌ای که برای 26 جولای گذاشتم تمام نیتم همینه. صادقانه بهتون بگم، من نگاه کردم دیدم هر جا میبینم کار معنوی داره اتفاق میفته، همیشه با یه نگاه خیلی جدی و با ساکت، با گریه این هیل بشیم، شفا پیدا کنیم، گریه کنیم، یاد نمیدونم آسیبامون بیفتیم، بشینیم تو سکوت ساعتها سخت و این فضای یه مقدار ترسناکی ایجاد میکنیم که انگار تو این فضا فقط معنویت وجود داره. و من میخوام این رو برای همیشه ترتیبش رو به هم بزنم. معنویت با شوق یکسانه، معنویت با رقص یکسانه، هیچ چیز زیبا. مولانا وقتی شمس رو دید بسیار عالم جدی، آگاه و بسیار عالم بلند مرتبه‌ای بود. شمس بهش خلوچلی، بچگی، شیدایی، عشق، رقص یاد داد. ازش خواست برو برقص، ازش خواست برو می بنوش، می بنوش جلوی همون کسایی که جلوشون موعظه میکنی، حالا برقص، بشکنه اون جدیت ها، بشکنه اون قالب ها. شوق، مولانا در مورد شمس میگفت اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دل داند و من. فقط خودمون میدونیم تو چه خبره. مولانا جای دیگه میگفت از دمم بوی یاس می آید که از درون باغ یاسمین دارم. تو چه خبر بوده که شمس جای دیگه میگه در اندرون من بشارتی است. خوشی، شوق، آنانداه، چیزیه که تو بودیزم بهش میگیم آناندا، سرور زندگیه. اصلا اشتباه بزرگه که ما زندگی رو جدی بگیریم. اشتباه بسیار خطرناکیه که ما یادمون بره که این زندگی یه جشن بسیار کوتاه مدته که به زودی چراغا خاموش میشه، به زودی آهنگ تموم میشه، به زودی همه دارن از در میرن بیرون، من جمله خودت. همین تنی که الان انقدر به زیبایی در اختیارت رو میخوابونی تو زمین و روش خاک میریزن. تموم. آیا شوق داشتی یا نداشتی؟ آیا لبخند زدی یا نزدی؟ آیا رقصیدی تو این مهمونی یا وایسادی یه گوشه قر زدی؟ یا ترسیدی که نکنه یه نفر نگام کنه، نکنه یه نفر خوشش نیاد؟ من تو برنامه نفس، اسم برنامه نفسه، 26 سپتامبر تو جنوب کالیفرنیا
توی باغ میوه درجه یک یه سری حیوان هست که حیوانای باحال که میتونیم بریم. اصلا نگاه کردن به یه بز یادت میاره داستان چیه. هر کی تو چشای گربه نگاه کرده، هر کی تو چشای گاو، تو چشای اسب نگاه کرده، برای لحظاتی متوجه شده که یه خبریه، یه واقعیتی هست. بودن برای همین بچه ها انقدر شوقمندن، برای همین بچه ها انقدر راحت ول میکنن، برای همین شوقشون دم دستشونه، خندشون دم دستشونه، کما اینکه گریهشون هم دم دستشونه. ولی سریع میتونن به شوق نزدیک بشن، سریع میتونن قشقش بخندن، میتونن برقصن، میتونن بدنشون رو حرکت بدن، بادی شیم ندارن. یکی از چیزایی که ما رو از شوق دور کرده شرمه و ما تو ایران فراوون شرم داریم. نخند، نرقص، بلند شوخی نکن، بگیر بشین، پاتو دراز نکن، نمیدونم حرف اینو نزن، حرف اونو نزن، زشت، سبک نباش، مگه تو دلغکی که. آقا اینا همه تو ما مونده و نیت من از انجام این کار ریختن یک پارچه همه این باورها و بنا کردن یه اسپریچوالیتی بر اساس شوق، رقص، موزیک، قدردانی، اشک شوق. ما فکر میکنیم اشک حتما باید از گریه، نه، اشک شوق که خدایا شکرت، خدایا 1000 جور گرفتاری تو زندگیم دارم، 1000 جور ماجرا تو زندگیم هست مثل همه، ولی شکرت که میتونم تجربه کنم، شکرت که میتونم بیدارشم برم سراغ این که ببینم امروز چیکار میتونم بکنم با زندگی. در غیر این صورت انتخاب دیگه این بود که هیچی نباشه، هیچ تجربه‌ای وجود نداشته باشه. و ما شوق برای تجربه های خوب نداریم، شوق برای چالش های زندگیمون هم میتونیم داشته باشیم، شوق برای اتفاقایی که در پیش رومونه میتونیم داشته باشیم، شوق برای همه آدمایی که تو عمرمون شناختیم میتونیم داشته باشیم. شوق، bliss. جوزف کمبل گفت follow your bliss. شوقتو دنبال کن. شوقت بشه مثل ستاره شمال، اون بهت بگه کجا برو کجا نرو. اگه جایی شوق و توت میکشه نرو. اگه آدمایی دور و برتن که خیلی عطفاری ان و دماغ سربالا ان و میخوان قیافه بگیرن و از حالت بچگونه مشنگ خلوچل خوشحال زیبای بچگونه‌ای تو خوششون نمیاد، اونا آدمای تو نیستن. شوق تو خوندن، تو رقصیدن، تو پات رو زمین بودن، شوق تو رها کردن اینه که بقیه دارن نگاه میکنن. یک روز صبح تا شب قراره تو طبیعت باشیم، پذیرایی و موزیک و مدیتیشن و برث ورک و رقص و انرژی بالا دریافتش کنیم و بعد با اون انرژی بالا بریم توی زندگیمون ببینیم چه خبره. ببین اون موقع چجوری دراورات باز میشه، ببین اون موقع چجوری چراغا سبز میشه. شوق یه کیفیتی نبود که تو بچگی به ما دادن و بعد بزرگ که شدیم دیگه لازم نیست. نگاه کن تو بچگی چجوریه، یه کیف نمیدونم مثلا میکی موس انداخته، روش هم 4 تا استیکر حیوانای بامزه زده رنگ و برنگ. بعد نگاه کن وارد دانشگاه که میشیم چه شکلی میشیم و بعد وارد کار که میشیم کیف سامسونت مستطیل خشک مثلا بیریخت، همه لباسای خیلی جدی، همه خانم مهندس و آقای دکتر شدن، هیچکی ولی خوشحال نیست، هیچکی بچه نیست، هیچکی دسترسی به اون طرب، اون چیزی که میگفت نه ترنمی، نه وجدی، نه تپیدنی، نه شوقی. این چه زندگیه؟ فکر کنم بیدل دهلوی بود میگفت این چه زندگیه، این چه خداییه که اینقدر همه چی براش جدیه، این چه مدل زندگی کردنه. وقتی مولانا داشتی بازار طلافروشا یا مسگرا، حالا مهم نیست، فکر کنم طلافروشا بود، رد میشد، از صدای ضرب چکشایی که داشت به سینیا میخورد، به آلات تزئینی میخورد، به قاشقا میخورد، وسط بازار شروع کرد به سما، شروع کرد به رقصیدن. این کسیه که شوق توش زنده شده. من اگه تو خیابون تو پیاده رو دارم رد میشم، یه جای موزیک بشنوم شروع میکنم، اگه موزیک باحالی باشه شروع میکنم باش رقصیدن، به خاطر اینکه تو اون بالاترین شفا برای من هست، تو اون ارتباط با خدا هست، تو اون کودک درونم احساس میکنه که هنوز داره نفس میکشه، هنوز میتونه نظر داشته باشه، هنوز میتونه زنده باشه،
هنوز جا براش هست. بنابراین اگر این ایونت رو دارین میایین، از الان بهتون بگم ایونت متفاوتی خواهد بود، برنامه متفاوتی خواهد بود. چند دست لباس با خودتون بیارید، آماده خیلی اتفاقای عجیب غریب باشید، به خاطر اینکه این نیست که بیایم بشینیم یه صحبت خیلی عمیقی و بعدم یه سری مثلا نفس با هم بکشیم بعدم خداحافظ. اونم شاید برای خیلی‌ها جای خودش. من چیزی که میبینم اینه که ما ایرونی‌ها هم دردهای جدید داریم، هم دردهای مزمن، و تا اینا رو باهاش روبرو نشیم و تا شوقمون بزرگتر از دردمون نشه، تا دوامون بزرگتر از زخممون نشه، راهی نداریم. باید یه بار دیگه دستای همو بگیریم، باید تو چشای هم نگاه کنیم، باید غریبه با غریبه برقصه، باید همدیگر رو پیدا کنیم. این عزاداری‌ها، این نمیدونم چله نشینی‌ها، این 2 ماه محرم عروسی نگرفتن‌ها، این صفا و نمیدونم چی میگم، محرم و صفا بود دیگه، محرم و صفرها، این دهه اینو دهه اونو چله اینا برای ما عذاب بود، اینا سم بود. برای چی من باید بخش عمده‌ای از ارتباطم با خدا همراه ترس و غم و غصه و ناراحتی و جدیت و شرم و اینا باشه؟ برای چی من با خدا با شوخی و خنده نگم؟ اون داستان موسی و شبان بود که اون چوپونه داشت با خدا عشق و حال میکرد، داشت قربون صدقش میرفت به زبون سادهی خودش. موسی رد شد باهاش خیلی جدی گفت این چقدر حرف زدن با خدا مگه گوسفنداتن؟ آره خدا گوسفنداتن، خدا خداته، خدا ابران، خدا خورشید، خدا تپش قلبته. ما یه چارچوبی تومون باید شکسته بشه. یکی از دلایلی که من انقدر خودم رو جدی نمیگیرم، اصلا استاد ما به اون میگفت کار تو تمرین تو جدی بگیر ولی خودتو نه. تو اصلا باید ما این قالبا رو بشکنیم، باید بتونیم پا برهنه بشیم، باید بتونیم دوباره برقصیم، باید بتونیم دوباره صدامون رو رها کنیم. همخوانی خواهیم داشت، آواز خواهیم داشت، همه جور تمرینی برای رها کردن انرژی هایی که شاید 40 سال از بچگی تومون قفل شدن. و این نیت من بهش میگم ببین حالا از اون ور داستان چیه؟ این پس اسپریچوالیتیه که همه ساکت توی اتاق تاریک نشستن. خب از اون ور داستان چیه؟ که یه سری میان پارتی. خب پارتی یعنی چی؟ یعنی میری یه جایی ماشینتو پارک میکنی، قدم میزنی، میری توی یه جایی که معمولا تاریکه، کسی رو نمیشناسی، بغل دستیت هم نمیشناسی، طرف یکی دیگه است داره با خودش میرقصه، یه موادی مصرف میکنی، به یه موزیک خیلی بلند دوبس 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 گوش میدی، رقص نور میبینی، فضای دارک، و بعدش احساس اینه که خب این جشنه، این رقصه، این پارتیه، این بزمه. خب و بعد از اون در میای بیرون، نه با کسی ارتباط برقرار کردی، نه کسی دستتو گرفت، نه کسی رو بغل کردی، نه قدردانی بود، نه عشق بود، نه شوق بود، پارتی بود. من میخوام اینا به هم نزدیکتر بشن، یه پلی وجود داشته باشه بینشون. برای من هر چیزی رو که تو از خودت دریغ کنی آن هول میشی، آن هول، ناکامل میشی. بنابراین تو میتونی خدا رو تو اون رقص پیدا کنی اگر به نیت درست، به شکل درست، تو موزیک درست، تو جمع درست قرار بگیری، نه اینکه بری تو دوب 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 بیای بیرون تموم. مدیسنی که مصرف کردی رو اصلا متوجه نشدی چرا مصرف کردی، متوجه تاثیرش نشدی، باعث نشد عمیق‌تر با آدمای اطرافت ارتباط برقرار کنی، از خودت و از تجربت دورت کرد به جای اینکه اون مدیسن باعث بشه به تجربت نزدیکتر بشی. و یه فضای دارکی ایجاد میشه که انگار قرار پارتی اینطور باشه. نه، تو میتونی با ارتباط با خدا عمیقاً پاهات روی زمین، قدردانی و عشق توی قلبت، برقصی، به قول معروف پارتی کنی، پایکوبی کنی. آقا پایکوبیه دیگه. ما اصلا نگاه کن حالا تو این مراسمی که تو 26 داریم، آتیش بزرگ داریم و دورش برنامه. خب حالا حرف من با تو چیه؟ ما 10,000 ساله که تو قبایل شبهای
حالا من که نبودم تو اون قبایل، ولی شاید یه هفته در میون، 10 روز در میون، شاید هر شب ماه کامل، شاید هر شب ماه نو، شاید برای به مناسک و مراسمشون دور آتیش جمع میشدن. چی کار میکردن؟ دوب 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 میزدن، نفس میکشیدن. حتی توی صوفیزم داریم هو 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 هو. خب این هو گفتنه، حق گفتنه، این نفسه، داری برث ورک میکنی. و اینا به زیبایی اینا رو میدونستن و دور آتیش پایکوبی میکردن، دست تو دست هم میرقصیدن، شفا میگرفتن. شفا. وقتی تو قبایل سرخپوستی که بسیار نزدیک به طبیعت زندگی میکردن، با ریتم طبیعت یکسان بودن، وقتی تو اون قبایل یه نفر افسرده میشد که بهش میگفتن دی سپیریت شده، روحش کم رنگ شده، کم جان شده، وقتی میرفت پیش بزرگ قبیله یا مدیسن پرسن قبیله، کسی که مثلا لایف کوچ اون موقع بوده، حالا هرچی، میرفت پیشش، اولین سوالی که رئیس قبیله ازش میپرسید این بود: آخرین باری که رقصیدی کی بود؟ از کی دیگه نرقصیدی؟ ما فکر کردیم رقصیدن خداچلبازیه، ما فکر کردیم رقصیدن اینه که یه آهنگ فتانه بذاریم، مثلا بیایم رقص چاقو کنیم. رقص یه ارتباط عمیق توه با بدنت. هیچ ارتباطی به درست رقصیدن و خوب رقصیدن و بد رقصیدن و تانگو و نمیدونم این رقص و اون رقص نداره. حرکت بدنت، جوشش شوق از درونت. تو همه مناسک، تو همه مکاتب عرفانی ما رقص داریم، ولی به دلایلی که خب روشنه اون دلایل چیه، اینا رو از ما گرفتن و بعد به جاش به ما دهه عزاداری و چهله عزاداری و 2 ماه نمیدونم تو سر خودمون زدن و اینا دادن. چراییشو خودتون پیدا کنید، ولی واقعا میتونی ببینی کسی که زنده است، به عشق زنده است. سخت کنترل کردنش، ولی کسی که مغمومه، کسی که تو سری خورده است، کسی که انرژی جان زندگیش کمه، راحت کنترل کردنش. برای همین اصلا به صلاح کشورها نیست که آدما شاد باشن، آدما عمیقاً از درون شاد باشن. مولانا یه جایی میگه اگر تو عاشقی غم را رها کن، عروسی بین و ماتم را رها کن، تو دریا باش و کشتی را برانداز، تو عالم باش و عالم را رها کن. تو اون رقصه که یه لحظه آقا، من اصلا توصیه اینه وقتی داری میرقصی یه جوری برقص انگار هیچکی جز تو رو این کره زمین وجود نداره و هیچ کس نمیبینتت و تویی و یه موسیقی و این آخرین باریه که داری موسیقی گوش میدی و این آخرین باریه که میتونی برقصی و این بدن در اختیار تویی که حرکتش بدی. هر جوری دوست داری، درست و غلط نداره. هر جوری صدات میکنه، هر جوری شوقته، هر جوری لبخندته، برقصی. رقصا. آخرین باری که رقصیدی کی بود؟ آخرین باری که رقصیدی کی بود؟ و بعد فکر میکنیم نه اوضاع مملکت. آقا تو اوج شرایط سخت زندگی که همیشه خواهد بود، فکر نکن الان این برطرف بشه یه ماجرای خیلی خوبی میشه. تو اوج اون احتیاج به انرژی بالاه، تو اوج اون احتیاج به رقص، جشن تا پیروزی، نه عزاداری، نه گریه، نه خاک بر سری، نه ماتم. جشن تا پیروزی. اگر تو عاشقی غم را رها کن، عروسی بین و ماتم را رها کن. مولانا داره میگه چی؟ انتظار داری یه موقعی همه مشکلات برطرف بشه، همه چیز همه در صلح و آرامش که قرار گرفتن، اون موقع من میتونم شوق داشته باشم. خسته نباشید، الان موقعشه. الان به انرژی بالای تو احتیاجه، الان به لبخند تو احتیاجه، الان به رقص تو احتیاجه، الان به زنده بودن تو احتیاجه. کسایی که زندن میتونن دنیا رو تغییر بدن. در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید.
آدمایی که مغموم میشن که کاری از دستشون بر نمیاد. نمیتونه، نمیشه. آقا پاشو، یه حرکتی، یه ترنمی، یه جوششی، یه لبخندی، یه سازی، به زور خودتو به حرکت در بیار. به زور خودتو، بدنتو به حرکت در بیار. breath work، شیک کردن بدن، همه یه تمریناتی که خواهیم داشت، اینا برای چیه؟ برای اینه که وقتی بدن به جوشش بیفته چند تا اتفاق میفته. انرژی که توی نگرانی‌های سر حبس شده توی بدن پخش میشه. بلا فاصله انگار این در رو باز کنی، میریزه تو بدن توجه. بدن زنده میشه، از توجه زنده میشه. بدنی که زنده بشه دریافت داره. چرا؟ چون ذهن مانعه. بین تو و خدا، بین تن تو و تن کائنات چی مرزه جز ذهنت؟ میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی، حافظا از میان برخیز. اینه منیت، فکر، نگرانی، شرم، گناه، گذشته است، آینده است، ایناست که بین ما و واقعیت قرار گرفته و تن تو جزوی از این واقعیت، جزوی از این کیهانه، ازش اومده بهش بر میگرده به زودی. خب هنر تو اینه که تو این مدت که هستی هم یادت بمونه که تو یه بخشی از تمام این کائناتی، که تو میتونی با زنده بودن زندگی تزریق کنی به دنیا، به هستی، به آدما، سطح انرژی کل رو بیاری بالا، همون به اندازه خودت که اندازه بسیار زیادی هم هست. فکر میکنی کمه، بسیار بزرگه، بسیار بزرگه. تو به عشق زنده شو، ببین چجوری همه چی عوض میشه. من 1 سال هیچ ایونتی برگزار نکردم به خاطر اینکه فکری هم تو تحلیل نگاه دارم میکنم ببینم چی احتیاجه. به خدا جدی میگم چی احتیاجه؟ آیا الان احتیاجه که من برم یه جا بشینم بالا منبر شروع کنم مثلا از چی بگم؟ آخه چیه که نشنیده باشین؟ حرفم خواهیم داشت ولی نیم ساعت، 40 دقیقه، بقیهش حرکت، بقیهش نفسه، بقیهش طبیعت، بقیهش همدیگه ایم، به هم تکیه میکنیم. من تو رو میبینم جون میگیرم، تو منو میبینی انرژی میگیری، با هم پیش میریم. یه جا تو خسته ای، بغل دستی تو میبینی، اون به تو روحیه میده که ادامه بدی، به هم تکیه میکنیم و با هم پیش میریم. جشن تا پیروزی. واقعیت فقط همینه. اگه به آخر عمرت برسی که میرسی، حسرت تنها چیزی که نمیخوری موقع‌هاییه که عمیقاً به خودت اجازه دادی که با ریتم طبیعت برقصی، غرق شی توی موزیک، دست یه نفر رو بگیری، تو چشاش نگاه کنی، یک لحظه ارتباط انسانی برقرار کنی با این نفر. اونا تنها چیزایی که حسرتشو نمیخوری. همه کارهای جدی که کردی، همه اخبار دنبال کردن‌ها و نگرانیات و کار سخت کردنات و همه اینا بعداً برات بی‌معنی خواهد بود. همش هم انجام بده، اشکال نداره، ولی اصل کاری رو فراموش نکن. این یک تجربه شگفت‌انگیزه. این زندگی یک تجربه به ذات مرموز و شگفت‌انگیزه که اصلا نمیشه ازش سر در آورد. کاری که میشه کرد اینه که باهاش حرکت کرد، باهاش چرخید، باهاش زندگی کرد، باهاش نفس کشید. و لطفاً دوستای عزیزم ببخشید اینو دیگه بیادبی دارم میگم، تو رو خدا نیاید بگید پس ما بیچاره ها ایران چی، پس برا ما چی، پس چقدر من. آقا نکنیم این کارا رو. ببخشید به من ربطی نداره، هر کاری دلتون میخواد، ولی توصیه است، تو رو خدا نگیم این حرفا رو. چرا انقدر سریع خودمون رو توی موقعیت مغموم باز قرار بدیم؟ خب اگه یه نفر استرالیا هم باشه نمیتونه بیاد، اگه یه نفر ایست کوست آمریکا هم باشه نمیتونه بیاد، اگه یه نفر وسط آمریکا هم باشه نمیتونه بیاد. بحث تو اون جایی که هستی، تو خود ایران، این همه برنامه زیبا هست، ریتریت های زیبا، ایونت های بسیار زیبا، مراسم خوب، از پایکوبی و رقص تا همه چیز هست. استفاده کن و تو جون اون مراسم باش. نه اینکه بشینی بگی من اونی که اونجاست رو میخوام. همین کسایی که اینجا هم خیلیشون نمیتونن بیان. ببین برای تأسف خوردن دلیل جدید به خودت نده. کاش میشد من میومدم، کاشو ول کن.
اگه اینجا بودی یه جا دیگه نبودی. اگه اینجا بودی دلت برای خیلی جاهای دیگه تنگ میشه. خیلی جاهای دیگه خیلی اتفاقا داره میفته نمیتونی باشی. اگه تو ونکوور باشی، کانادا باشی، اگه جای دیگه باشی، خب یه سری اتفاقای دیگه رو از دست میدی. هر جا هستی همونو دریاب. این ادبیات تأسف، این ادبیات من بیچاره، من نمیتونم، کاش منم جای شما بودم. نه، جای خودت باش. هیچکی جای تو نیست. هیچ کس نمیتونه جای تو رو پر کنه. جای خودت باش. جای خودت رو خالی نکن. جای خودت خیلی جای خوبیه اگه خوب نگاش کنی. جای خودت خیلی جای بالاییه اگر باش ارتباط برقرار کنی. بعد این خبری نیست اصلا. از بیرون که قرار نیست چیزی برای تو بیاد. ارتباط عمیق درونی تو میتونی تو گوشه خونه خودت، همونطور که من میکنم، یه هدفون بذاری، یه بلندگو بذاری رو گوشید، یه موزیک بذاری، بدنتو حرکت بدی. بعد 5 دقیقه میبینی یه جای دیگه، یه انرژی دیگه‌ای رو بغل کردی و یه انرژی دیگه‌ای بغلت کرده. پس تو رو خدا وارد اون فضا نشیم، تلخش نکنیم، برای خودمون تلخش نکنیم. حیفه. هر جا هستی یه عالمه امکانات در اختیارت، از همونا استفاده کن. هیچ جا بهتر از جای دیگه ای نیست. هیچ کس زندگی بهتری از کس دیگه نداره. اگه الان میبینی یه خبریه تو زندگیش، 2 روز دیگه اون داره با این مریضی عزیزش دیل میکنه، تو اون موقع مسائلت بهتر شده. زندگی خودتو زندگی کن عزیز دلم. هی نگو کاش جای یکی دیگه بودم. فایده نداره. وقتی میگی بذار اینو بگم و بعد میریم سراغ چند تا سوال. من کامنت ها رو کم کم باز میکنم. مرسی از همه دوستانی که گوش میدن. مرسی همه دوستانی که حمایت میکنن. یه جمله بسیار مهم و حساس. مرسی از پارمیس، پونه، هادی عزیزم، داداش گلم، ممنون که حمایت میکنید بچه‌ها، دوستتون دارم. anyways چیزی که میخوام بگم، وقتی میگی ای کاش جای خالی بودم، جای ایکس بودم، خب در واقع تو این جمله رو داری میگی، ولی مهمتر از اون اینه که تو داری این جمله رو میشنوی. تو فقط گوینده این جمله نیستی، تو شنونده این جمله هم هستی. پس وقتی میگی ای کاش من جای منیژه بودم، چرا؟ چون منیژه میتونه بره ایونت حسین، من نمیتونم. خب دلیل به این سطحی و دلیل به این بچگانگی، ولی اشکال نداره، بذار مثالشو پیش بریم. ای کاش من جای منیژه بودم. خب وقتی اینو میگی، درست مثل اینه که به همسرت، به یارت، به پارتنرت برگردی بگی که ای کاش فلان کسک، پسر همسایه، نمیدونم دختر همسایه، یار من بود به جای تو. ای کاش من جای اون بودم. یعنی چی؟ یعنی ای کاش من اگه میتونستم جامو با اون عوض میکردم. و اینو تو داری به خودت میگی که ای کاش من به جای خودم اون بودم. حالا فرض کنید به فرزندت بگی ای کاش تو به جای فرزند بی مثال و منحصر به فرد و شگفت‌انگیز من، ای کاش مثلا بچه اکبر آقاینا بچه من بود، یا مثلا پسرعموت بچه من بود. ببین چقدر تلخه. هیچ وقت به بچه‌ت همچین حرفی نمیزنی، هیچ وقت به همسرت همچین حرفی نمیزنی، ولی به خودت مدام میگی ای کاش من جای فلانی بودم. نگو. خودتو ناراحت میکنی، دلتو میشکنی، به خودت آسیب میزنی. نگو. جای خودت باش. جای خودت عالیه. جای خودت عالیه عزیز دلم. جای خودت عالیه. مرسی که گوش کردید. عزیز دلین، یک دنیا عشق. پس سپتامبر 26 صبح تا شب یه برنامه دیگه، توضیح بیشتر نمیدم. هر کی دوست داره لینکش توی بایو پیجه. یه دنیا عشق. به زودی میبینیم هم دیگه رو عزیزای دلم. به زودی میبینیم هم دیگه رو. بهتون قول میدم. من آرزوی روز اولم تغییر نکردم. میدون آزادی، استادیوم آزادی، برث ورک و جشنمون همونجا سر جاشه. فقط داریم براش آماده میشیم. پس لطفا تصویر زیبای آزادی، تصویر زیبای عشق رو تو قلبت و تو ذهنت نگه دار و با شوق تو راه رسیدن به اونجا قدم بردار. با شوق، با شوق، با شوق زندگی زیباست. با شوق زندگی آسونه. با شوق درای رحمت بازه. با شوق فراوانی نزدیکه. با شوق خدا بغلت کرده. شوق کیفیت منحصر به فردیه که به سادگی میشه به دستش آورد و نجاتت میده. یه دنیا عشق به همگی عزیزای دلم. فعلا خدا نگهدار.